معلم فیزیک بی‌ناموس ما بوده. چونی ازش پاره کنم تو ثبت تاریخ تواریخ بنویسن. تاریخ تواریخ. الو سلام آقای افضلی. سلام علیکم. بله درسته بفرمایید. خوب هستین شما؟ سلامت باشید. ببینم شما دختری به اسم نفیسه داری آقا؟ تو مگه؟ شما دختری به اسم نفیسه داری یا نه؟ جواب منو بده. من از شما سوال میکنم، شما همه سوال نمیکنی. چرا باید جواب شما رو بدم؟ شما دختری به اسم نفیسه داری یا نداری؟ بنال لیگه بنال. دلیل نمیدم جواب شما رو بدم. ببین رو مخ من راه نرو، من 6 ماهه با پریود میشم میذارم میترکونم تا. میگم دختری به اسم نفیسه داری یا نه؟ داری. صحبت کردن آقا ما دختر شما رو گروگان گرفتیم. خب میخوای صداشم گوش بدی؟ به گوش کن. باسیش گوش بده. بسته. الو الو تو رو خدا با اون کاری نداشته باشی. تو رو خفه شو. حساب داره قرص میخوره. تو رو خدا باش کاری نداشته باشی. دهنتو ببن به حرف من گوش بده. چی بخواد بهتون میگم فقط کاری باش. یه دقیقه خفه شو. مادرش اگه بفهمه سکته میکنه باش کاری نداشته باشی. شما شنبه صبح 7 صبح 100 میلیون تومن پول به من چی میدی. بخواد چی؟ 100 میلیون تومن پول نقد برمیداری میاری. 200 میلیون همه شب هزاری میاری. چجوری باید بیارم؟ نمیدونم. مگه معلم ساده‌ام؟ معلم چی هستی؟ تو معلم خاشخاشی باش به تخمم. کسکشو فقط باید 200 میلیون پولو بیاری. 100 بود تا الان داده. تو رو قرآن بفرستید. صد کم وایسا آقا یه لحظه وایسا. آقا 100 تومن چجوری 50 که نمیشه. 50 تومن تو 50 تومن نه دیگه. خب نداره این خار کسته منه. الو 200 نفر 200 میلیون فردا هزاری میاری. فقط 200 میلیون. صدای جیغ دخترتو ببین. ببینی چجوری داره ناله میزنه. ناله کن جاکش. برو خفش کن برو. الو حالا چی کار میکنی؟ پول ما رو شنبه برمیداری میاری. من شده مبلغ به شما میدم ولی یه مقدار زمان میخوام. خواهش زمان شنبه من نمیدونم همه رو ممانو میکنم تو چونت رنگ و با رنگین کمونی در میارم. 200 میلیون میاری 100 محمد 100 من. خواهش میکنم ازتون خواهش میکنم. من آبرو خواهش که کردنی نیست. حرفش. یه دقیقه دهنتو ببر. آقای افضلی. شما یه معلم ساده ای. معلم چی هستی تو؟ یه دقیقه زر نزن ببینم چون گشا. من مریضی به تخمای واقع خودش هم مریضی اعصاب داره. اون قرص میخوره اونو نباید. ببین انقدر این دخترتو میزنم بمیره اینجا جون بده خون ازش را بیفته. بابا من میگم هر یه کار نکنی جلو بکنم روز آشورا با. من چون این دخترشو پاره کنم بیا. میدم مگه چیزی پول مگه نه؟ هر وقت بزن جاکش. شو. ببینم معلم چی هستی تو؟ من معلم فیزیکم. معلم فیزیک یاره؟ یه معلم ساده. خفه شو کیرم تو همه معادلات ریاضی تانژان کوانتانت. هرچی تو بگی. دهنتو ببر دخترتو خون میذارم. دهنتو ببر. روز آشورا میرم از پشت تلفن میکنم تو دهنتو. آقای عزیز شما 100 میلیون پول واسه ما برمیداری میاری. 200 میلیون آقا 100 شد آقا. آقا کجا باید بیارم؟ 200 میلیون. اون موقعی که چونه ما رو پاره میکردی به من مسئله شکست نور و شکست کیریات میدادی بعد این فکر علالت میبودی. یادت برای داختی ابله ای؟ چی؟ ببین من دخترتو میگایم. میگویم شو سوم دبیرستان تو چونه من رو پاره کردی. میدونی من کیم؟ شسی من بکنه دخترتم. شناختی؟ تازه 200 میلیون پول میگیرم. آره پستش خر. شمه پولو برمیداری میاری. ببین من اونجوری نمیتونم بهتون پول بدم. باید قسمتی باید. من نمیتونم. قسمتی چون باشد بگه اومدی پراید برداری قسمتی کنی. جاکش
ندارم از کجا ما چقدر حقوق داری؟ مگه تو کلاس خصوصی نمیگیری بچه ها رو میچاپیدی؟ چونگشاد همه شد دادم بابت مگه پول نمیگرفتی سوال امتحانی رو میدادی؟ بذارم دخترتو بگم در اتاقو با کنم صدای جیغ و آه و نالشو بشتفی؟ نه من دیگه اینجا رو بکنم روز عاشورا؟ من دیگه اصلا نمیتونم صحبت کنم. خفه شو. برو همون قرصایی که میخوری رو بکن تو کورت شیاف کن. 100 میلیون پول برمی‌داری میاری، زیادم زر بزنی دخترتو میکشم سرشو برات این داعش میفرستم. اونا داعش بودن من گایشم. میفهمه بابا کس خر چوری. الو 100 میلیون از 200 میلیون شبه برمی‌داری میاری کاری باری؟ من الان زنگ میزنم به پلیس. ببین زنگ بزنی به پلیس ببین چونت رنگ و بارنگ پاره است. دختر تو یک سان پک بندی میکنم پخش میکنم تهران بچه‌ها بکشنش. ببین من دیگه نمیتونم، من تحملش ندارم. من الان میخوام با دخترم صحبت کنم. اگه با دخترم بذارید صحبت کنم دخترت نمیتونه، دخترش دهنش گچ گرفته. ها؟ انقدر پلیس واسه من نکنه. آقا افضلی پلیس واسه من نکن. افضلی به من گوش بده. الان کیره یکی از بچه‌ها تو دهن دختر نمیتونه صحبت کنه. ادب رعایت نمیکنه. رعایت نمیشه کرد. رعایت که سولاخ نقطه داره. آقای افضلی یه دقیقه دهن شما ببند همکار عزیز. الو. بله بفهم. حالا میخوای چه گویی بخوری؟ آقای محترم شما دختر محترم شوهر کرد صدا بچه داره. دختر منو بیایید تحویلم بدید بعدا سر پولش با هم مذاکره میکنم. من به شما قول میدم که مبلغ به شما بدم. ببین افضلی یواش دیگه داری چونه منو قلقلک میدی. اگه این شب بشه نیاد خونه مادرش سکته میکنه. حالا من چیکار باید بکنم؟ دختر منو بفرستید بیاد بعدا با هم یه قراری میذاریم. نه عزیزم ما قرار مرار نداریم. ببین صدا دخترتو گوش کن. گوش بده. آدرس بدم به تو چونگشاد. شیر ابن بلجم مرادی رو دستت نمیرسن. التماستون میکنم 100 میلیون هزاری میاری یا 200 میلیون 2000 انتگرال لشی میکردی تو کونه ما اون موقع باید یاد این داستانا میافتادی. متوجه این صحبتاتون اصلا نمیشم. آقای افضلی چون متوجه هیچی نمیشه. آقای افضلی بله چه الان حالت خوبه یا بده؟ من اصلا حالم خیلی بده. ببین من همه اینا رو کس شعر گفتم. مثلا دخترت الان خونه اون دوست جندش غزاله است فهمیدی؟ آمارش هم داریم فقط زاکسیاشو زدیم ببینیم کجا میره کسی خانوم. یارو ریده باش آقای افضلی من انداختی منو خورداد اون سال الان بابت اون اینجوری همچین یه استرسی بهت دادم که انگار کاکتوس تو کونته. تو خودت خانواده نداری؟ چرا؟ من چون گوشت منو با خانواده‌ام بد کردی. آقا افضلی میدونی من کدوم دانش آموزم؟ ببین من امین تاجرم همون که پسگش من همون امین تاجرم که 3 هفته مونده بود به خورداد انداختیش بیرون. الانم گوشی دستته؟ تاجر الان گوشی دستته یا نه؟ به قول این دوست عزیزمون واکن تو کیونه واکن برادر من درمش کن آتنش دردت نیاد. تاجر بیا بشین سرش بخور جر گوه میخوره. قطع کن دیگه. معلم فیزیک بی تربیت حاجی لرد هستم در خدمت شما.